امروز ما لحظنه صحبت میزنه از بحثای داخل سیاسی فلسفه نقص و زن اقتصاده. اول از اون امروز که می آمدم اینجا دیده بسیجی که بنده دیده از تعجب داره سکته میزنه. جفتک چهارگوش بیاندازی که بیام الله حسنه بازنشسته نینداخته بود. بابا من نماینده ولی فقیه اون خودش که مادام العمره بعد من میگه اینجوره تازه اون خودش اینجوری تره چی؟ تازه اون تبلتش هم شکسته اون تلیسمش اون شکسته خیلی خاکشیر شده. اول اون میره بعدا من میره. دنیا از نظر فلسفه خیلی عجبه. هرچی به اواخر اردیبهشت نزدیکتر میشه از اوائلش دورتر میشه. اما همین الان شما نگاه میانداز هرچی به اواخر خرداد نزدیک میشه به اوائل خرداد هم نزدیک میشه. خیلی عجبه ها. یعنی اصلا برای خودش غریبه برشته. به خاطر همینه که از قدیم گفتند که کار امروزت را به فردا نینداز. قشنگ بلند بیانداز که به پس فردا میفته. اون از نظر اون. در اصول تربیت امام همیشه میگفتند که اگر دستت به چیزی نمیرسد پایت چه میرسد؟ یک لگت بزن اونه خراب کن. بسیجی اونجا برای من دراز نیه نینداز. تو همانی که بدبختی بنوا با اون یکی بسیجی سوار تاکسی شده گفتی 3 نفر تا نماز جمعه چند میگیری؟ راننده بابا شما که 2 نفره. گفتی مگه خودت نمیخوای بیای؟ فهمیدی بدبختی بینوا آخه زهر مار زده. اون که خودش ماشین داره دیگه چرا پول تاکسی اون میدی؟ با تاکسی خودش بیایی دیگه. صرفه‌جلوخ میکنه. اما بحث اقتصادی بحث صرفه‌جلوخ شد. شما چرا انصراف نمیدی از اون شندرگاز پایانه؟ پایانه نیستی؟ پایانه اونی که اتوبوس داره. اون نه. شما چرا انصراف نمیدی از اون شندرگاز رایانه؟ چه؟ رایانه نیسته؟ اون خودم میدانه بابا. رایانه اونی که تلویزیون داره بعد دیومنی میزنی جالیوانیش میای بیرون. شما چرا انصراف نمیدی از اون شندرگاز؟ تا چکر داره؟ تو که پول میگیری بعد باید بری توی صف نفت بنزین غذا اینا وای میسی اعصاب خودت خمیر میکنه. او از اول انصراف بدی دیگه. از اون بر صرفه‌جلوخ کن. به جای اینکه یک آب مصرف میکنی ظرف میشوری، یک آب مصرف میکنی ماشین میشوری، یک آب مصرف میکنی حیاط میشوری، یک آب به باغچه میدی، یک آب به بچه حمام میکنه، بچه را بذار توی دیج غذا اون حمام کن که از دیجم تمیز میشه. آبش را بریز روی ماشین رو توی باغچه پارک میکن که آبش باغچانه سبزی میکنه. یعنی اونو صرفه‌جلوخ کن که پولش برود به مستحق اون بنوا بشار که نماینده مقام بیزمای در زوریه. مالله حسنه نگو آدم ازمیت بگو.